بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در آیت 136 سوره الانعام رسیدیم. در آیت 136 سوره الانعام بحث سوم ما و شما شروع میشه. توحید و شرک در حکم تشریعی است. الله متعال در آیات بعدی که ما و شما میخوانیم احکام تشریعی را بیان میکنه که مشرکا در این احکام شرک کردند و آنها به طاغوت مبدل شدند. چه قسم که احکام تشریعی و قوانین جدید ساختند. مشرکا آمدن در احکام تشریعی الله مداخله کردند و اینا میگفتند که ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم، پیروای اسماعیل علیه السلام هستیم، لکن با وجود از اینکه ادعا میکردند که پیروای ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هستند، لکن اینا منحرف بودند. چرا منحرف بودند؟ به خاطر از اینکه اینا خود طاغوت جور کردن و طاغوت کسی است که قانون و یا حکم الله را تغییر میدن و ضد حکم الله قانون و شریعت میسازن. حلال حرام میکنن، حرام حلال میکنن. ما و شما قبلا خواندیم که سه قسم طاغوت است. یکی طاغوت است که ضد شریعت الله قانون میسازه. یکی طاغوت هست که ضد شریعت الله فتوا میده، حلال حرام میسازه، حلال حرام میکنه و خودش ادعا میکنه که من دیندار هستم. این قریشی ها، این بنو جرهم یا این مثلا قبیله مثلا عمرو بن لحی خزاعی، اینا چی کردن؟ اینا قوانین ساختن، چیزهایی ساختن، فتواهایی دادن برام از اینکه ما دیندار هستیم و ضد شریعت الله کار کردن. حلال حرام ساختن و حرام الله حلال ساختن. اینجا الله متعال میگه که ببینید که اینا چی تشریعات شرکی را ساختن. اول وجه از اعتقادات مشرکین چی بوده؟ که تشریعات شرکی چه قسم؟ درباره زمین و درباره حیوانات. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا. آمدن مشرکین چی داره در انسان مشرک هم به الله یقین داره و هم به غیر الله. کافر یقین نداره، اما مشرک چی است؟ عقیده داره هم به الله و هم به غیر الله. بعضیا چی میکنه؟ بعضی از عبادت ها رو برای الله میکنه و بعضی عبادت ها رو برای غیر الله میکنه، برای بت ها و قبر ها و اینا. حالی مشرکین چی کردن؟ و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام. برای الله گشتاندن چیزهایی که از حرث زمین بود و الانعام و از حیوانات بود. همین سوره نامش سوره الانعام است. چرا؟ تشریع بسیار کلی که اینا آمدن شریعت الله را تغییر دادن و به عوض از شریعت دیگه را آوردن در مورد حیوانات و زمینا و اینیا بود. چون اینا زمین کم داشتن، حیوانات زیاد داشتن، زیاد سر از این اصرار میکردن. الله متعال میگه و جعلوا لله و گردانیدن برای الله مما ذرأ من الحرث، آن چیزی که هست از چیز، از الحرث از زمین، و الانعام و از حیوانات نصیبا، یک تعداد نصیب زمین. گفتن این زمین و این حیوانات مخصوص الله باشن. فقالوا هذا لله، گفتن این برای الله هست. بزعمهم، نه مطابق شریعت ابراهیم علیه السلام و مطابق شریعت اسماعیل علیه السلام، بلکه با زعم و خواسته های نفسی خودشان. و هذا لشرکائنا، گفتن این زمینا و این حیوانات کسی مخصوص است برای بت‌های ما، معبودای باطل ما، گیر شرکسان. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله. او چیزی که برای شریکایشان بود مفیر باز به الله نمیته، میخوان مربوط بت‌ها هستن. و ما کان لله، و او چیزی که برای الله تخصیص داده بودن، فهو یصل الی شرکائهم، او را هم برای شریکای خود، او را باز امو کاهینین معبد هستن یا اونم کسایی که بت پرستا هستن و کلانای ازوا هستن، او را باز اونا میگرفتن یا هم برای بت‌های ما میرسن. ساء ما یحکمون. الله متعال میگه ببینین چی یک حکم و قانون غلط اینا ساختن. بسیار حکم غلطی ساختن، بسیار قانون غلطی ساختن که قوانین اینا را از دایره ایمان کشید و اینا را به طواغیت مبتلا کرد. خب دیگه چی قانون ساخته بودن؟ یکی قانون مثلا در نظرها ساختن. این نظر برای الله، این نظر برای مخلوقات. این زمین ها برای الله، این زمین ها برای مخلوقات. این زمین ها، این حیوانات برای نظر الله، این در وقف، این وقت برای الله، این وقت برای مخلوقات. میبینید در عبادات مالی اینا چی کردن؟ قوانین جدید ساختن. همین قسم مثلا قانون دیگه چی ساختن؟ قتل اولاد. بر از این قانون ساختن اولادای خودم میکشیم. چرا میکشین؟ والا ما اولادای خودم به خاطر از این میکشیم که فقیر هستیم و پیسه نداریم، با زیادت اولاد کس بر ما مشکل پیدا میکنه.
و دخترای خود زنده و گور میبردن، ولی به خاطر غیرت ما که ما غیرت داریم. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم. همین قسم این زینت داده شد برای مشرک، برای بیدین، برای کافر. چی؟ قتل اولادهم، کشتن اولاد. کی بر از اینا این زینت داده بود؟ شرکا و هم همین کسایی که اینا شریک می ساختن با الله، همین تواغیتی که اینا از او اطاعت میکردن. متوجه هستیم؟ تواغیتی که قانون برشان می ساختن، اینا برشان این چیزا را ساخته بود. لیردوهم ولیلبسوا علیهم، تا اینا را هلاک بسازن و برای از اینا دین مختلط بسازن. ولو شاء الله ما فعله، اگر الله میخواست یا این کار نمیکردن. الله میتونه که با قوت خود احکام خود را تطبیق بکنه، لکن برای از اینا فرصت داده، وقت داده، اختیار داده که انسان به اختیار خود هر کاری را که بکنه الله برش اختیار داده تا که امتحان از گرفته شود. فذرهم ما یفترون، اینا را بگذار و با آنچه که اینا تهمت میکنن، افترا میکنن. سوم مشکل چی داشتن دیگه؟ تشریح قانون سازی شرکی. قانون شرکی می ساختن، با زور تهمت بالای الله میکردن. مثل اکثرا همین بدعت های کفری کس، اهل بدعت کس، مشکلشان چی است؟ همیشه اهل بدعت قوانین و چیزایی را می سازن که سر الله تهمت میکنن. باز نسبت میتن که خاص شریعت است، از دین است. الله متعال میگه و قالوا هذه انعام و حرث حجر، میگفتن که اینمی حیوانات و اینی زمینا کس یا حج محجور هستن، یعنی ممنوع هستن. لا یطعمها الا من نشام، از این حیوانات و از این زمین ها کس استفاده کردن نمیتونه مگر کسی را که ما بخوایم، به زعمهم و امو اعتقادات باطل شرکیشون. و انعام حرم ظهورها، یک تعداد حیوانات دیگر هم سر از این سوار شده نمیتونی. این اسب است، یعنی شتر است، سر از این سوار شده نمیتونی سر از این شتر. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، یک تعداد حیوانات دیگر هم میتونن سر از این نام الله را نام بت‌ها را میگرفتن. این سه قسم جور کردن. کل از این با کی نسبت میدن؟ به الله نسبت میدن، افتراء علیه، کلش تهمت بالای الله. الله نه او قسم کرده بود، نه ایره نه ای قسم. سیجزیهم بما کانوا یکسبون، الله اینا را جزا میدن با سبب آن چیزی که اینا افترا میکردن، یفترون. چهارم تشریع شرکی در تفرقه، در خوردن زنان و مردان. اینه بعضی چیزها را گفتن که مثلا غذا هاست مخصوص مردها هست، از این زنها خورده نمیتونه. او چی هست؟ چی غم است؟ و قالوا ما فی بطون هذه الانعام، گفت اینی چیزهایی که در بطن اینی حیوانات است، خالصة لذکورنا، این مخصوص مردها هست. اینی حیوان اگه چوچه داد، این مردا بگیرن خوب کباب کنن بخورن. و محرم علی ازواجنا، زنها قرار سیل کنن فقط کار کرده برن، سر از اینا حرام است خوردن نرن. این هم قانون مشرکین بود. و این یکن میتتن فهم فی شرکا، باز میگه اگر همین چوچه از این مردار پیدا شد، اما مرده پیدا شد، با زنا میتونن بخورن. مرده رو بتونن، میگه شریکا هستن با زنا خوردن میتونن، مرده رو کلش هم مرده رو میتونن بخورن. اما اگر خوب لوکس تولد شد و خوب پیدا شد، با زور زنها خوردن نمیتونن. میبینید زن ستیزی و مخالفت با دخترها و زنها، این قوانین شرکی و کفری هست. سیجزیهم وصفهم، الله متعال میگه که اینا را جزا میده با اینمی قوانینی که اینا ساختن. انه حکیم علیم، یقینا الله حکیم یعنی حکم کننده بسیار عالم است، از کل چیزا از اینا خبر داره و حکم میکنه. پنجم نتیجه امی قوانین طاغوتی ساختنش، این نتیجه چی هست؟ الله متعال میگه خساره هست. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، خساره کردن کسایی که اولادهای خود کشتن، سفها بغیر علم، با جهالت بدون علم. و حرموا ما رزقهم الله، و حرام کردن چیزی که الله برشان حلال کردن، رزق الله رو سر خود حرام کردن. افتراء، امیره که سر خود رزقم حلال میکنن سر الله تهمت میکنن، افتراء علی الله، بالای الله تهمت میکنن. مثل بسیاری کسا است، چرا گوشت و گوسفند نمیخوریم؟ ما ترک دنیا کردیم. ازدواج چرا نمیکنیم؟ ما ترک دنیا کردیم. کی برای تو گفته این دین است؟ این وقتی گفت دین هست، افتراء سر الله هست. وقتی که میگه دموکراسی در دین است، به معنای از اینکه سر الله تهمت میکنن، کفرن. دموکراسی اسلامی کتاب نوشته میکنن، سوسیالیسم اسلامی، اوران بر اسلام چه میگه؟ موسیقی حرامه، میگه نه این موسیقی اسلامی هست. اینالی کل چی است؟ کل از افتراء و تهمت است بالای الله. مثل که مشرکین او وقت میکردن، آل مشرکین و بیدینای امروزی قوانین دروغ غلط سر الله تهمت میکنن. اینا کلشان خساره کرد.
باز نامش چی میمانه؟ اسلامی میمانند، دموکراسی اسلامی. جمهوری نظام کفری جمهوریت است. آخر از هم یک کلمه اسلامی زیاد میکنن، جمهوری اسلامی. این سر الله تهمت میکنن، یعنی الله نظام جمهوری، در حالی که الله نظام شرعی، نظام اسلامی میخواد، نه جمهوری که بر اساس قانون دموکراسی باشه. به این شکل متوجه هستیم. اینا بسیاری وقتا اینا تهمت میکنن بالای الله، دموکراسی اسلامی، جمهوری اسلامی تهمت از بالای الله، دموکراسی اسلامی بالای الله تهمت است، سوسیالیسم اسلامی بالای الله تهمت است. کتاب ها نوشته کردن و همین قسم مثلا موسیقی اسلامی سر الله تهمت است. این کلش تهمت هایی است که میگه که اینا و یک تعدادی قسم، یک تعداد دیگه باز مثلا ازدواج نکردن که مثلا ترک دنیا، این تهمت از بالای الله متعال که میگه ازدواج نمیکنیم، کمر بسته باید باشیم و مثلا بسیاری خوراک ها رو نمیخوریم، ترک دنیا میکنیم، لباس خوب نمیپوشیم، چرک و چتل و گنده و بوی گرفته و این قسمی هستن. اینا کل از اینا کسی ها چی است؟ افتراء علی الله. حلال حرام میکنن، حرام حلال میکنن، شریعت الله را تغییر میدن، قانون ضد شریعت الله میسازن. این میگه کلش افتراء هست بالای الله. قد ضلوا، یقینا که اینا گمراه شدن و ما کانوا مهتدین، اینا هدایت نیستن. متوجه باشین. ششم، خلقت درختان و احکام تشریعی. الله متعال احکام خدا بیان میکنه. امی درختها و باغها را کی خلق کرده؟ الله متعال میگه و هو الذی، و الله ذاتی است که انشأ جنات، که خلق کرده باغها را، معروشات و غیر معروشات. معروشات چیله داره میگه، بعضی از درخت ها هست مثل تاک ها، او را که برش چیله جور نکنی و پایه و ترا برش نتی او استاده نمیشه، او تاک های کلان کلانه که بوده، این معروشات میگن. و غیر معروشات بعض از باغ های دیگه هست که نیاز به چیله و گپا نداره، اما خودش استاده هست. و نخل، و همین قسم درخت خرما هست، و زرع و زراعت هست، مختلفا اکلهم، که میوه های از اینا و ثمرات از اینا، حاصلات از اینا مختلف است. و زیتون هست، و رمان و انار است، متشابه و غیر متشابه، که بعضش در لذتش و شیرینیش با هم مشابه هستن، بعضش مشابه ندارن. کلوا من ثمره، میگه عزیز میوه ها و حاصلات از اینا بخورین، اذا اثمر، وقتی که حاصل میکنن، و آتوا حقه. این شریعت الله هست که از نعمات الله، از این میوه‌جات، از این درخت‌ها، از این سبزیجات، از این میوه‌جات، از اینا بخورین، لکن حق از این یوم حصادهی، در وقت میوه چینی و حاصل گرفتن، حق از این که عشر از این چقدر میشه و حق فقیرها چقدر میشه، این باید بتین. ولا تسرفوا، و در خوردنش زیاده روی هم نکنید، در خوردن حلال هم زیاده روی نکنید، متوسط باید اما بخورین که نرمال باشین. انه لا يحب المسرفین، الله کسایی رو دوست نداره که حتی در حلال هم اسراف بکنه. یک دانه مرغ بگیره که پخته بکنه بسش میکنه، میره دادا نمیاره، 4 تاشو میخوره، 6 تاشو اوسو میپره. همین قسم در میوه و در چیزا و در هفتم اقسام حیوانات و احکام تشریع، احکام چیزا را گفتیم در آیات قبلی. احکام چی بود؟ میوه‌جات یا بوده. اهل حیوانات در اینها هم الله شریعت خاص خدا داره. و من الانعام حمولة و فرشا، و در جمله حیوانات هم بعضی حیوانات هستن که اینا باربر هستن، این را حموله میگن. و فرشن، و بعضی حیوانات دیگه است که اونا پشم دارن، از او فرش و وسایل و قالین و گلمی چیزا ساخته میشه. کلوا مما رزقکم الله، از او حیواناتی که بر شما حیوانات گوشتی هست، رزق بر شما الله کرده است، از او بخورین. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از سخنها و خطوهای شیطانها که حلال سر شما حرام میکنه، از او متابعت نکنید. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. دیگه الله متعال میگه که همین کسایی که قوانین جور میکنن و این نسبت به شریعت میتن یا هیچ سند ندارن، برش بگوی آیت قرآن نداره، حدیث پیغمبر نداره، کتاب دلیل نداره، از کجا گپ میزنه؟ از دل خود گپ میزنه، قصه های بازاری و را پیدا میکنه. این فرق بین علمای حقانی و علمای درباری و دروغی در چی معلوم میشه؟ که عالمی که حقانی هست آیات و احادیث برات منظم بیان میکنه، در این حکم، اینی آیت است، اینی حدیث است، اینی عمل صحابه است، اینی عمل تابعین است، اینی اقوال مفسرین است.
این عالم حقانی است. عالم دروغی چی است که وقتی که او خیست قصه ها را شروع میکنه از کتاب یک الف لیله و لیله، کتاب های 1001 شب. یک قصه بود، یک کنیزک بود، یک فلانیک بود، کنیزک سر تخت خو کرد، باز پادشاهی زد و قصه پادشاه و فلان فلان. این قصه های دروغی هست که اینا بسیاری قصه های دروغی هست که مستند به قرآن و سنت نیست. الله متعال میگه که خب شما وقتی که قانون میسازین کدام قانون شما درست است؟ مثلا الله متعال میگه 8 ازواج، 8 جفت حیوانات است. من الضأن 2، مثلا از گوسفند 2 تا هست، مذکر و مؤنث، نر و ماده. و من المعز، معز بز میگه، از بز مذکر و مؤنث، نر و ماده هست، 2 تا. قل الذکرین حرم ام الانثیین، بگو از این حیوانات، از این گوسفند و بز، مادهش حرام است یا نرش؟ هیچ کدامش. پس چرا از دل خود جور کردید؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا او چوچه های از یا که در بطن ماده ها هست، این حرام است. نبئونی بعلم، بر از اینا بگو که به اساس علم برآمد با دلیل خبر. این کتب صادقین اگر شما رازگوی هستید.